درود سلام دوستا برادران. امروز جمعه از مسجد برگشته ایستاده بودم. یک چیزی رو در اینجا مشاهده کردم. من این خیلی که میبینید پیروها، یعنی که در این کوچه خیابان و یعنی که در یان این خانه پیروها هست که پیروهای آدمگرد و میروید و با یعنی که برفتوده دوچار میشوید. دوامی پیروها نیست است قطعا. چرا؟ من با خودم سوال دادم چرا دوامی پیروها نیست؟ برای آنکه این خانه من از اینجا یعنی که بار اول نمیگذارم و میدونم که در این خانه ها روزها یعنی استقامت دارند، اما در این خانه و خانه پسین یعنی که مهمان های از طرف جنوب این خانه ها را خریدند و استقامت دارند و چگونه که میبینید این پیراها رو هم با این برفتوده ها یعنی سگراب ها محکم کرده اند و راه پیاده‌گرد را قطعا منع کردگی هستند و افسوس ما باید که با این طرف کوچه برگردیم و راه همان را از این طرف کوچه دوام دهیم مجبور. و این نشان دهنده اون است که خلق ما شورناکش افسوس که پست است و چون که ما صاحب یک مکان و جا شدیم، حتی بر یار و برادر فکر یک دیگران را نداریم، حتی یک پیره را آماده کرده نمیتوانیم و دیگران. حالا آنکه نبی خدا گفته است المؤمن و اخو المؤمن، یعنی برادر مسلمان برادر مسلمان است. و بسم الله.